سلام، خیلی خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای چنل ما. امروز میخوایم بریم یک دو سه تا از ویدیوهای کوتاهی را ببینیم که در این دو سه روزی که اینترنت در افغانستان قطع بوده ببینیم که مردم در چه وضعیت رسیدن. بریم اولین ویدیو رو ببینیم. چی شغاری؟ بریم دوباره ببینیم. چی شغاری؟ خیلی جالب بود واقعا. من شخصا خودم هم در این دو روز که اینترنت قطع بود خیلی وضعیتم خراب بود حقیقتا، چون که آدم هر چی باشه وقتی سالهای سال از اینترنت استفاده کنه یک نوع اعتیاد پیدا میکنه. قبول داری ایره؟ بله بله. واقعا بسیار سخت گذشت. بریم ویدیوی بعدی رو ببینیم. نوشته که واکنش مردم بعد از 2 روز قطع اینترنت. سلام علیکم. علیکم السلام. واقعا مردم نمی وضعیت رسیده بود. من رفتم سر سرک، این مردم این رقم بسیار غمگین ششته بودن. یعنی همونجا من واقعا متوجه شدم که بسیار سخته بدون اینترنت بودن. خیلی سخته، خیلی سخته. بریم ویدیوی سوم رو ببینیم. نوشته دارش اینترنت بند شد. ببینیم که چی هست. چرا بند شد؟ نوشته اینترنت بند شد. آره. مثل که آقای سلیم شاهین نه؟ آره سلیم شاهین. بله. بریم ببینیم. میمورم در این مملکت، میمورم. شما پادشاه را کنده آوردین در قفس انداختین. ما آزاد آدم بودم، امروز ما در کنج خانه هستم. از تیک تاک گرفتم این ویدیو را. بسیار ویدیو جالبه. آقای شاهین، امیدوارم شما ناراحت نشین. واقعا شما یک سینماگر ما هستین، هر کسی نمیشه خوشحال و موفق باشین. بله. بریم ادامهش ببینیم. بریم ویدیو چهارم رو ببینیم. چی نوشتن؟ تا وقتی اینترنت در افغانستان قطع میشه ببینیم که مردم در چه وضعیت هستن. یعنی حالا یا خب ویدیوهای تیک تاک هستن، ویدیوهای فن هست، ولی واقعا مردم در این وضعیت رسیده بودن. قبول داری؟ بله. من خودم شخصا بسیار سخت تمام شد برام. بسیار سخته. بسیار سخته. بریم ادامهش ببینیم. ویدیو چهارم بود دیگه. درسته؟ تمام شد. تمام شد. خب بچه‌ها این 4 تا از ویدیوهای کوتاهی بود که خواستیم همینطوری یک ریاکشن بریم. امیدوارم کسی ناراحت نشه.